سلام. اول از همه یه نکته خیلی مهم رو باید روشن کنیم. هیچ نوع خشونتی علیه هیچ گفتمانی قابل توجیه نیست. حتی اگر طرف حرفایی زده باشه که به نظر ما زننده، خطرناک یا توهین‌آمیز باشه. تنها سلاحی که ما داریم و باید استفاده کنیم گفتمان و استدلال بهتر و در نهایت قانونه. بعد از خبر کشته شدن چارلی کرک، شبکه‌های اجتماعی چه فارسی و چه انگلیسی پر شد از واکنش‌های احساسی. بعضی از همون روز اول بدون اینکه حتی بدونیم عامل تیراندازی کی بوده، سریع انگشت اتهام رو سمت چپ گرفتن. با جمله‌هایی مثل این خشونت نتیجه ایدئولوژی چپه، چپ فقط خشونت میفهمه، یا چپ‌ها چون نمیتونن تو مناظره پیروز بشن طرف مقابل رو حذف میکنن. تمام مردم دنیا به ویژه آمریکا دارن به این مسئله‌ای که ما ایرانی‌ها سالها بهش رسیدیم میرسن که چپ‌ها غارتگر، قاتل و فقط میتونن مهره‌ها رو حذف بکنن. وقتش رسیده که چشمتون رو باز کنید و چهره واقعی حزبتون رو ببینید. حزبی که آدم میکشه، مخالفانش رو ترور میکنه. این دقیقاً الگوی همیشگی چپ‌ها بوده. موقعی که از استدلال و منطق کم می‌آوردن به خشونت دست می‌دادن. ولی وقتی به آمار نگاه کنیم، تصویری که این روایت‌های ساده می‌سازن درست نیست. تو بازه سالهای 2015 تا 2024 طبق داده‌های اتحادیه ضد افترای آمریکا، حدود 3/4 قتل‌های مرتبط با افراط‌گرایی داخلی در آمریکا به دست گروه‌های راست افراطی انجام شده. از طرف دیگه تحلیل مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا روی حملات و توطئه‌های تروریستی داخلی از 1994 تا 2019 نشون میده حدود 57% این حملات توسط جریان‌های راست و حدود 25% توسط جریان‌های چپ انجام شده. و روند نمودار هم نشون میده بعد از 2014 حملات راستگراییان به شدت افزایش یافته. برای اینکه تفاوت اعداد باعث سوء تفاهم نشه، باید بگم که نمودار اول تعداد کشته ها رو نشون میداد و نمودار دوم تعداد حملات و توطئه ها رو. سوال اینجاست که چرا با وجود در دسترس بودن این اطلاعات افراد برداشت کاملا متفاوتی از واقعیت دارن و حتی وقتی این آمار رو بهشون نشون میدی جوابی میدن مثل آمارت برای عمه جانت خوبه. اینجا دقیقاً مشکل ذهن ماست. 3 جور سوگیری خیلی پررنگ توی این داستان دیده میشه. ذهن ما برای صرفه‌جویی در انرژی اغلب دنبال میانبر میگرده. وقتی از قبل به چیزی باور داریم، طبیعیه بیشتر سراغ خبرها و عددهایی بریم که همون باور رو تایید میکنن. بخش‌های ناسازگار رو یا نادیده میگیریم یا براشون توجیه میسازیم. نتیجه از یک واقعیت چند وجهی فقط تکه خوشایند خودمون رو پررنگ میبینیم. برای کم کردن سوگیری تاییدی باید عمدن دنبال شواهد نقص کننده بگردیم. بهترین نسخه استدلال طرف مقابل رو بسازیم و قبل از دیدن داده ها معیار قضاوتمون رو مشخص کنیم. دقیقاً چه چیزی نظر من رو عوض میکنه و اگر جوابمون هیچی بود بدونیم که دچار دوگماتیسم شدیم. وقتی رفتاری رو میبینیم معمولاً اون رو به ذات و شخصیت طرف نسبت میدیم، نه به شرایط. مثال ساده: اگر راننده جلوی ما بپیچه میگیم عجب بی ملاحظه است، ولی وقتی خودمون عجله داریم و همین کار رو میکنیم میگیم شرایط مجبورم کرد. در سیاست هم همینطور. خشونت رقیب رو ذات ایدئولوژیشون میدونیم، خشونت خودی رو استثناء و مشکل فردی. برای کم کردن این خطا باید عمدن شرایط و موقعیت رو هم در نظر بگیریم و قبل از قضاوت از خودمون بپرسیم اگر همین رفتار رو کسی از گروه خودمون میکرد باز هم همین برداشت رو داشتم؟ وقتی دلمون میخواد نتیجه خاصی درست باشه، خود مسیر فکر رو طوری میچینیم که به همون نتیجه برسیم. پرسش ها، فرضیه ها، معیار کافی بودن شواهد و حتی تفسیر از ابهام ها در جهت هدف منحرف میشن. خروجی استدلال هدف زده است،
نه جستجوی بی‌طرف حقیقت. برای جلوگیری از این خطا 2 کار میشه کرد. یکی این که معیار و سختگیری رو برای شواهد موافق و مخالف یکسان نگه داریم. دوم این که به جای اینکه بپرسیم چطور ثابت کنم حق با منه، بپرسیم چه چیزی اگر درست باشه نشون میده من اشتباه کردم. پس بیایم از این پرونده یه درس عمومی بگیریم. خشونت هیچ وقت جواب نیست و وقتی با یک حادثه تکان دهنده روبرو میشیم، قبل از اینکه سریع قضاوت کنیم یک لحظه مکث کنیم، داده ها رو ببینیم و سوگیری ذهنی خودمون رو بشناسیم تا کمتر اسیر روایت های ساده سازی شده بشیم. فقط اینطوریه که میتونیم بهتر همدیگر رو بفهمیم. از حادثه ها ابزار نسازیم، ازشون درس بگیریم. یادت نره ویدیو رو لایک کنی، کانال رو دنبال کنی و با دوستات به اشتراک بذاری. ممنون که با ما بودی.